سلام، خوش آمدید به قسمت 12 زندگی ماهرانه با موضوع تماس اورژانسی. شرایط اورژانسی و شرایط اضطراری یعنی چی؟ شرایط اضطراری یعنی زمانی که زندگی یک یا چند نفر در خطر باشه و نیاز به کمک پلیس، اورژانس یا آتش نشانی داشته باشیم. در شرایط اورژانسی و اضطراری چه کسانی به ما کمک میکنن؟ پلیس، آتش نشان و تیم اورژانس. بریم با خودروهای امدادی آشنا بشیم و صداشون رو بشنویم. بریم ببینیم هر کدوم از این مرکزها چه مسئولیتی دارن. وقتی نیاز به امنیت داریم به پلیس تماس میگیریم. مثلا کسی به زور میخواد وارد جایی بشه، یا کسی با کسی دعواش شده، یا کسی چیزی از کس دیگری دزدیده، یا دعوایی شده، باید به پلیس زنگ بزنید. همینطور برای زمانی که تصادف رخ میده باید با پلیس تماس گرفت. وقتی یه حادثه‌ای رخ میده با آتش نشانی تماس میگیریم. حادثه‌ای مثل چی؟ آتش گرفتن، مثل جایی یه دود غلیظ میاد بیرون، یا مثلا جنگل که آتش میگیره، وقتی سیل یا زلزله میاد، وقتی یه جایی گیر میافتیم مثل توی آسانسور، یا وقتی یه حیوان وحشی وارد خونمون میشه باید با آتش نشانی تماس بگیریم. در شرایط ویژه مربوط به سلامتی با تیم اورژانس تماس میگیریم. مثلا حادثه تصادفات رانندگی، وقتی کسی به سختی تنفس میکنه، یا وقتی کسی درد شدید قفسه سینه داره و یا کسی غش میکنه و به هوش نمیاد باید با اورژانس تماس بگیریم. دقت کنید، اگر کسی بیمار هست و میتونه راه بره و شرایطش طوریه که میتونه خودشو به بیمارستان برسونه نباید با اورژانس تماس بگیریم. حالا بریم شماره تماس‌های اضطراری رو یاد بگیریم. شماره پلیس 110 هست. 110 یعنی 110. شماره اورژانس 115 است. 115 رو چجوری بگیریم؟ 115. شماره آتش نشانی 125. چجوری بگیریمش؟ 125. حالا که تماس گرفتیم چی بهشون بگیم؟ اول از همه خودتو معرفی کن و اسمتو بگو. بعد شرایطو براشون توضیح بده که چه اتفاقی افتاده. و بعد بهشون آدرستو بگو. حالا فهمیدی چقدر مهمه که تلفن و آدرستو بلد باشی؟ اگر تلفن یا موبایل در دسترس نبود چی کار کنیم؟ فریاد بزن و کمک بخواه. فریاد بزن. خب بریم ببینیم که چقدر یاد گرفتیم، چه شرایطی اضطراری هست و چه شرایطی اضطراری نیست. اگر دلمون درد گرفت با اورژانس تماس بگیریم. اگر یه نفر غش کرد و بیهوش شد چی؟ اگر یه صدمه جزئی دیدیم چی؟ زنگ بزنیم به اورژانس. اگر یه نفر آسیبی دیده که به خاطرش خونریزی شدید داره چی؟ اگه مامان بابامون تو خونه دعواشون شد زنگ بزنیم به پلیس. اگه بفهمی کسی توی آسانسور گیر کرده به آتش نشانی زنگ میزنی؟ بیرون داره بارون شدید میاد، زنگ میزنی به آتش نشانی؟ حیوان خونگی تو گم کردی، به پلیس زنگ میزنی؟ جای آتش گرفته، به آتش نشانی زنگ بزنی؟ یه حیوان وحشی اومده توی خونمون، چیکار کنیم؟ زنگ بزنیم آتش نشانی؟ یه نفر درد شدید قفسه سینه و قلب داره، زنگ بزنیم به اورژانس؟
یادتون باشه تا وقتی شرایط اضطراری نبود با هیچ کدوم از این شماره‌ها تماس نگیریم، به خاطری که ممکنه تماس شما باعث بشه اونی که نیاز به کمک اضطراری داره وقتش رو از دست بده. تا وقتی افراد بزرگتر از شما تو محل حادثه هستن نیازی نیست شما تماس بگیرید، اما یاد گرفتن این مهارت تا آخر عمر برای شما ضروریه. پس چند بار خیلی خوب ویدیو رو ببین و تمرین کن. و در آخر براتون یه بازی دارم. به کمک یک بزرگتر نقش کسی که نیاز به کمک داره و تیم اورژانس رو بازی کنید. خوشحالم که با هم دیگه تونستیم امروز یه درس مهم رو یاد بگیریم. از صمیم قلبم برای همتون آرزوی سلامتی و امنیت دارم. امیدوارم هیچ وقت تو همچین شرایطی قرار نگیرید. اگر آموزش امروز رو دوست داشتی لطفاً لایک کن، کامنت بذار، برای دوستاتم بفرست و منو سابسکرایب کن. روز خوش.